در رابطه اینکه چرا جنبش سبز برنده نشد، یادم آقای محمدی، آقای بابک داد، همین دوتا به اصطلاح کوتوله‌های سیاسی که دوان اومدن، آقای واحدی، آقای امیر ارجمند، همه مقاله نوشتن، توضیح دادن این جنبش رهبریت متمرکزی نداشت، گروه‌های مختلف بود. نه، واقعیت اینه. اولا سپاه پشت آقای میرحسین موسوی نایستاد، مقابلش هم نایستاد، سپاه خودشو کنار کشید، موند آقای میرحسین موسوی و رهبر، چون احمدی نژاد هم با هوشیاری از بازی رفت بیرون. اما به خاطر اینکه تمام روحانیون احساس کردن حکومت اونها دارد برچیده میشه، با هم توافق کردن و در واقع آنگونه‌ای که میبایستی همکاری نکردن، در مقابل میرحسین موسوی ایستادن. وقتی آقای خامنه‌ای نطق میکرد، همه به پابوس آقای خامنه‌ای رفتن، در حالی که هر ملت دیگری بود، هر جامعه پویای دیگری بود، با حادثه‌ای که برای خانم ندا اتفاق افتاد، با جمعیتی که به خیابان‌ها آمد، با امکاناتی که دستگاه‌های اطلاعاتی غرب در اختیار همه گذاشتن، توییتر، فیسبوک، این آقایون نتونستن موفق بشن. چرا؟ چون نمیخواستن رژیم جمهوری اسلامی یا نظام دلخواه اونها سقوط کنه. اونها میخواستن یک زهر چشمی از چکمه‌داران و پاگوندارانی که کت‌شلواری شده بودن، وارد بازی شده بودن بگیرن، ضمن اینکه برخی از مهره ها رو برگردونن، از جمله مثلا آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای هاشمی رفسنجانی. یعنی هدف بازگشتن به صدر جمهوری اسلامی ایران بود، نه صدر انقلاب. صدر انقلاب یعنی باید مجاهدین، توده‌ای‌ها، فدایان، دیگر گروه هم شکل بشه. نه، میخواستن برگردن به صدر جمهوری اسلامی، نمایندهشون هم آقای موسوی بود. در اینجا بود که همه احساس کردن دارن فریب میخورن، وگرنه این مردم میتونستن تمام حصارهایی که دور خانه آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد کشیده شده بود به زیر بکشن، میتونستن حادثه باستیل رو به وجود بیارن. چرا نکردن؟ چون مردم احساس کردن فریب میخورن.